از یک رویا آغاز شد. شبی که مه سخن گفت و سایه‌ای مرا به جایی فراخواند که هنوز نمیشناختمش. در آن روز مه آلود هیچ چیز در دنیا واقعی نبود جز صدای قدم‌هایم بر چمن خیس. من آن دختر ساده‌ای بودم که میان صفحات زندگی دیگران گم شده بودم. اما آن روز انگار سرنوشت تصمیم گرفته بود مرا به داستان خودم بازگرداند. از دل مه صدایی آمد، صدای سم اسبی که خاک دشت را آرام می‌خراشید. ابتدا خیال کردم توهم است، اما بعد او را دیدم. مردی با اسبی سیاه با قامتی بلند از دور می آمد، بی شتاب بی کلام، اما نگاهش نگاهی داشت که انگار مرا از زندگی دیگری به خاطر می آورد. نفس در سینه‌ام حبس شد، نه از ترس بلکه از حس آشنایی عجیبی که نمی توانستم توضیحش بدهم. جهان در آن لحظه ایستاد. در چشمانم تصویر او بزرگتر شد و در قلبم ضربان چیزی شروع شد که بعدها فهمیدم عشق نیست، سرنوشت است. او ایستاد، تنها چند قدم با من فاصله داشت. چشمانش مثل مه تیره و راز آلود، انگار سؤالی در نگاهش بود و من پاسخی نداشتم. او گفت گم شده ای؟ من گفتم نه، فقط در حال عبور، اما هیچ کدام از ما عبور نکردیم. در آن لحظه در همون سکوت اتفاقی افتاد که نام نداشت اما معنا داشت و آن معنا زندگی مرا از آن لحظه تا همیشه تغییر داد. این فقط یک دیدار نبود، این آغاز داستانی بود که میان مه متولد شد و شاید در تاریکی پایان یابد. این فقط آغاز بود، داستانی که از دل مه، از ورقهای فراموش شده یک کتاب قدیمی سر بر می آورد. در قسمت بعد همراه ما باش.